خب دوستان عزیزم، حالا وارد میشیم باز به بحث اصلی خودمون و بحث این که اصلا کلا کلید واژه فن اثر فریب یه بار دیگه تکرار بکنیم که چه هستش. خب ببین دوستان عزیزم، اینجا چقدر تصویر زیباست، چقدر واقعا تصویر به نظر من دلنشینه. این من سعی کردم که تصاویر رو طوری انتخاب بکنم که با اون بحث فریب و فریبگری بیاد خودشو نشون بده. خب یک کاربرد داره. اینجا پاپکورنی هم که عرض کردم، گفتم قیمت های مختلف میدن، میان یه پاپکورن رو با یه قیمتی انتخاب میکنن، بعد اینو من اگه ورش دارم مطالعه میکنم، ببینم ای بابا اصلا تحت هیچ شرایطی همچین پاپکورنی فرض ببرن همچین محصولی اصلا تولید نشده، به بازار نیامده. فقط اینجا بحث فریب که به کار برده میشه یک ترفند تبلیغاتی است، به دور از اینکه اصلا همچین محصولی تولید شده باشه. طوری ذهن مبارک من، ذهن شما رو عزیزان رو میبرن به اون سمت که بالاخره به هدف خودشون هم میرسن و به این اصطلاح میگن بد و بدتر یک شرایطی انتخاب میکنید که هدف اونا هم به هر صورت تامین شد. اما باز تکرار میکنم، یک شعار تبلیغاتی است از نوع فریبنده خودش. چرا؟ به چه دلیل؟ به علت اینکه تبلیغ یک محصول با قیمت پایین میاد انجام میشه برای جلب مشتری، اما زمانی که شما میاد وارد اون فروشگاه میشید، وارد اون جایگاه میشید، میبینید مشتری رو به سمت و سوی یک محصول گرانتر منتقل میکنن. این چیزی هستش که من هی تاکید دارم، هی به دفعاتم اشاره میکنم، با تعمقم حرکت میکنم. فقط خواهشی که دارم، میخوام با اون نوع تکنیک ها شما آشنا بشید که برای تو این گذرگاه که قرار میگیرید این موارد رو، این تکنیک ها رو هم شما باهاش آشنا بشید. خب این از یک منظر. باز از یک منظر دیگه هم من بخوام تعریف بکنم دوستان عزیزم، باز ببینید تصویر کاملا مشخصه. اون گوی داره، باز بحث گوی رو داره مطرح میکنه، یک قیچی هستش که بریده میشه. و هر صورت اینا هر کدوم از این تصویرها حال و هوای خودش و کاربست و کاربرد خودش داره. یک بار دیگه با سوال رو از یک برداشت، از یک تحلیل دیگه استفاده میکنم. میگم فن اثر فریب چیه؟ اثر فریب اغلب در کجاها کاربست داره، در کجا مورد استفاده قرار میگیره. خب یک دوستان عزیزم، استراتژی اصطلاحاً میگن بازاریابی هستش و در بحث تبلیغات و قیمت گذاری انجام میشه، به جهت اینکه بیاد روی سوال شده که اثر فریب در کجا استفاده میشه، بیاد روی اون رفتار مصرف کننده از نظر ذهنی بمباران تبلیغاتی خودش رو انجام بده و به هدف و مقصود خودشون برسن. خب اینجا سوالی که مطرح میشه، اثر فریب روی چه چیزی تاثیر میذاره؟ خب یه نیم نگاهی انداختیم، تاثیرش هم خدمتتون گفتیم که بر اساس مطالعات میاد در یک بخش روی رفتار. اما حالا بخوام در این رابطه یک مثالی بزنم، مثالی که جنبه مصداقی، کیس، نمونه داشته باشه، که این یک بحث به نظر من دلنشین هستش که در ادامه خدمتتون میگم. ببینیم حالا در ادامه بحثمون تا کجا میتونیم بحث شیرین و جذاب رو خدمتتون تقدیم بکنیم. ببین دوستان عزیزم، یک نمونه و مثالی که از برشاد خرده فروشی مطرح کردیم، ممکن استش که این بحث من و شما 3 تا بیاد نسخه رو با همدیگه هموار داشته باشه. ببینید من سعی کردم که تصاویرم دوستان عزیزم انتخاب میکنم، اون سویچ، اون کلید، اون به هر صورت خیلی نمادین انتخاب شده. شما اینجا در نظر بگیرید همچین اسلاید رو میبینید با یک کلید سومی که من اسمش رو گذاشتم نسخه فریب و تومه. خب من خواهشی که دارم، با این 3 کلید واژه چون ما کار داریم، یک مقدار با تعمق بیشتری با هم دیگه صحبت بکنیم. بعد بیشترین صحبتی هم که من دارم این کلید واژه بر صورت پریمیوم هستش که کاربست و کاربرد خودشو داره. من به صورت تصاویری متنی فعلا از این مسیر میگذرم، حرکت میکنم، توضیحات لازم میدم، در جای خودش برسم تعریف کاربردی خودش رو تعریف میکنم خدمتتون، ببینید چقدر بحث دلنشین و جذاب است. پس بنابراین در گام نخست دوستان عزیزم، من اومدم گفتم که 3 تا نسخه رو من برای شما رونمایی کردم: نسخه پایه، نسخه پریمیوم و نسخه فریب و تومه. خیلی خوب، این گام اول رو داشته باشید. حالا
یک نکته که مد نظرتون باید باشه، یادتون باشه دوستان عزیزم، در ذهن مبارکتون بسپارید، این نسخه فریبنده مشابه اون نسخه اصلی و پایه هستش. خب اما این چیزی مطرح میشه، اینجا گفتم مشابه نسخه اصلی، منتها یادتون باشه که 3 بار من 4 بار تکرار کردم، گران 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 و گرانتر، یعنی تمام مقصد و اون به هر صورت رمز و رازی که بابت این بحث فریب و فریبگری وجود داره برسونن ذهن مبارک شما رو به این سمتی که بالاخره شما اون گزینه گرانتر، یعنی انقدر این با ذهن مبارک شما بازی میشه تا برسه به اون بحث اصلی خودشون که محصول گرانتر رو میخوان به شما یا به من بدن. خب حالا اینجا این سوالی که مطرح میشه این هستش که این نسخه به هر صورت شما گفتید که فریبنده فریبگر برای گرایش مصرف کننده به سمت و سوی نسخه پایه چی؟ حالا اینجا اشاره کردیم که ما داریم مسیر رو طوری طراحی میکنیم که برسیم به این نسخه پایه که اینجا هم گفتم یک حالت مشابه رو داره. اما حالا ببینیم که در ادامه چجوری میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. خب دوستان عزیزم، من اجازه میخوام لایه ها رو براتون باز بکنم. بسیار خوب، ببینید اولا با سوالی که مطرح شد میاد مصرف کننده رو به سمت انتخابی که مد نظر است سوق میده. نسخه پایه مقرون به صرفه تر از نظر ذهنی میرسه، هنوز تصمیم نگرفتیم که چه بکنیم. وجود نسخه فریبنده باعث میشه که بیاد بر صورت یک مقدار همونجور که عرض کردم از نظر ذهنی با اون نسخه پایه و نسخه اصلی یک وجه تشابهی داشته باشه. اشاره کردم اینجا که حتی اگر در ابتدا نسخه پریمیوم رو در نظر شما داشته باشید که میخواید شما بیاد چیکار بکنید، انتخاب بکنید. بنابراین اینجا همونجور که اشاره یه بار باز برمیگردم دوستان عزیزم به جهت ضرورتش، ببینید اشاره کردم که گفتم مصرف کننده رو به سمت انتخاب سوق میده، نسخه پایه مقرون به صرفه تر از نظر ذهنی میرسه. اما همونجوری که اشاره کردم گفتم حتی اگر در ابتدا نسخه پریمیوم در نظر داشته باشید، این اصطلاحات و کلیدواژه‌ها طوری با ذهن من و شما بازی میکنه که بالاخره در ادامه اسلاید هم ملاحظه خواهید کرد با چه ترفندی با چه تکنیکی به اون هدفی که مد نظرشون هست خواهند رسید که اسلایدهای بعد یک مقدار میتونه حال و هوای شما رو و ذهن مبارک شما رو به هر صورت برگردونه به اون هدفی که مد نظر ما هست.